علیکم، حالتون چطوره؟ ما سلام. امروز هستیم کنارتون با چند تا اتفاق. یکی این که شب یلدا نزدیکه، یلدایی پوشیدن دارد کردی. ولی خب شما زمانی که میبینید که مطمئن یلدا نیست، کریسمس نزدیکه و یه دوست خیلی خوب در کنارمونه. سلام. آرش بهبود. اول از همه بگم که همشهریم هستن. سلام عرض می‌کنم. پارتی بازی شده. آره، امیدوارم حال همگی خوب باشه. خوشحالم باعث افتخار در خدمتتون هستم. خیلی سلامت باشید. یه ذره خودتو معرفی کن که کی هستی، چیکار کردی، چیکار می‌کنی؟ چشم حتما. اسمم آرش، همونطور که کیانا جان لطف کرد گفت. از سال 2004 با خانواده اومدیم کانادا و من اینجا دیگه گرید 12 بودم. رفتم مدرسه و بعد دانشگاه رفتم، لیسانسمو تو رشته بایوتکنولوژی گرفتم از دانشگاه UFT تا 2010. بعد دیگه از سال 2011 رفتم آمریکا، پزشکی خوندم تا 2016. تمام که شدم برگشتم کانادا. دیگه سر دوراهی تخصص و عمومی مونده بودم که یکی از اقواممون که کار ایمیگریشن و ترافل میکرد بهم آفر داد که باهاش شراکت بکنم. منم با ذهن بیش فعال یهو رفتم به اون سمت و در کنار کار بیمارستان اون رو ادامه دادم و دیگه از سال 2021-2 هم کار زیبایی رو شروع کردم که حالا یکی دو تا کلینیک شراکتی بود، تازگی هم کلینیک خودم رو راه‌اندازی کردم و دیگه همین خیلی خیلی خلاصه و جوان. خیلی جوان. شما مرسی، ممنونم. خب شروع می‌کنی یا من شروع کنم؟ می‌تونی شما شروع کنی؟ بگو. نه حالا خیلی جالب بود از مسیری که طی کرده بودین و خیلی بهتون تبریک میگم. به هر حال فدای شما. چه جوری اوضاع این صنعت رو برای ما یکمی توضیح بده ببینیم چه خبره، چه جوری اوضاع زیبایی رو بگم. آره کلا بگیم بیوتی اندستری بذار تاپیکشو بذاریم. آره حتما. اول اینکه بگم که من تو دو تا فیلد خیلی فعالم. یکی همین فیلد زیبایی، یکی هم فیلد ایمیگریشن و ترافل. هر دوتاشو هم همزمان دارم با هم میبرم جلو. بنا به حالا اقتضای زمان بعض یکیشو اکتیو تر میشم که کمتر. این تو این چند سال همینجوری آلترنیت کردم بینش. فیلد زیبایی میتونم بگم بعد از فیلد ریال استیت و فیلد ایمیگریشن و فیلد مورگیج که از کامپتیتیو ترین راه هاست، چون که خب خدا رو شکر خیلی ایرانی‌ها توش فعالن، خیلی دارن کار میکنن، رقابت بالایی هستش و شاید از دید بعضی حتی اشباع شده این بیزنس زیبایی. اما به نظر من یکی از جذابیت‌هاش اینه که بسیار بسیار فست پیس داره عوض میشه. در هر فکر کنم 3 ماه یک بار ما یه پالیسی جدید میگیریم که اصلا یه سری قوانین جدید بهمون معرفی میشه، یه سری کارهایی که تا الان میکردیم و دیگه نمیکنیم میگن یه جور دیگه ببر جلو. خیلی سریع داره عوض میشه و خب از اونجایی که کلا پاپولیشن دنیا و خب در کنارش هم کانادا به سمت متاسفانه پیرتر شدن داره میره و خب اوریج سنی داره بالاتر میره، مسلماً کیر کردن از پوست و زیبایی و ویل بینگ و هلت داره مهمتر میشه. فیلد زیبایی هم یکی از این ساب کاتگوریا قرار میگیره که احتمالاً توی چند سال آینده هی اهمیتش بره بالاتر، چون بالاخره آدما همه دوست دارن که همیشه شاد و سلامت و سرزنده و سرحال به نظر بیان. یه سوالی که واسه من خیلی جذابه اینه که ببین چند سال داری تو زمینه بیوتی در واقع فعالیت داری؟ دیگه الان تقریبا 6 سالی شده. تو طول زمان اینجوری بوده که مثلا بگی اولا ایرانی‌ها درخواستشون خیلی زیاد بوده ولی بعد به مرور خارجی‌ها هم اینطور باشه؟ خارجی منظورم حالا مثلا فرض کن وایت‌ها یا بقیه ملیت‌ها. ببین کلا ترادیشنالی فیلد زیبایی توی ساوت امریکانا، میدل ایسترنا خیلی طرفدار داشته و توی ایست ایژیانا یه جور دیگه ای طرفدار داشته. ایست ایژیانا خیلی اینجکتبل دوست ندارن، بیشتر دستگاه و یه سری لیزرهای خاص خودشون و فیشال دوست دارن. کرم و اینایی که هم خیلی توش کره رو دیدی دیگه، همیشه گلاس اسکینن، یه نوع خاصی دوست دارن. میدل ایسترنا و ساوت امریکانا عاشق اینجکتبلن و اینا. تازه حتی بیشتر از ما میدل ایسترنا، ساوت امریکانا که دیگه اصلا عمل خیلی دوست دارن دیگه. نمبر 1 تو دنیا کلمبیا و برزیل اینا همه توی دنیا تکن. آره، ولی عملای زیبایی زیاد انجام میدن. اما کلا تو این چند سال دقیقاً همونطور که گفتین به سلف کیر خیلی مهمتر شده توی غیر ایرانی. یعنی من الان دارم میبینم بالانس تر داره میشه. بازم خارجی‌ها اونقدر، حالا خارجی که میگیم بازم کنیدیانا یا یوروپیانا خیلی مثلا دوست ندارن که پرومیننت باشه، یعنی خیلی نشون بده لب بزرگ یا گونه‌های چیز. نچرال لوک دوست دارن
دارن میان به سمتش بیشتر و بیشتر واقعا، چون خب میدیام هست دیگه، یعنی تاثیر میدیام. مثلا دقیقاً این تاثیر رو دیدی که مثلا حالا هم میدیا همین که خب این کشور خیلی پر از آدم‌هایی که در واقع مهاجرت کردنه و دقیقاً وقتی اینا زیاده یه جورایی تاثیر داره دیگه، فرهنگا رو تغییر میده، خودشون تقاضا رو میارن دیگه 100%. خب اینم یعنی این تاثیر رو واقعا دیدی؟ آره ببین مثلا تو کالیفرنیا مثلا شما بری غیر ایرانی‌ها همه از ما ایرانی خیلی حتی همه به خاطر تاثیر چه می‌دونم از کارداشیان فامیلی بگیر تا کلا هر کی می‌بینی خیلی به خودش رسیده. آره. کشور سردسیر مثل کانادا چون ما 7-8 ماه سال خودمون رو کامل پوشوندیم اونقدر مهم نبوده. تازگی داره یک کمی طرفدار پیدا میکنه توی کانادا و مثلا تورنتو. میامی شما بری مثلا از ایران بدتره، یا نمیدونم فلوریدا یا مثلا کالیفرنیا بری از ایران بدتره. تورنتو به خاطر هواش هم هست که ببین فکر کن تو تابستون چقدر بیشتر به خودت دوست داری برسی، خوشگل باشی، خوش‌هیکل باشی. زمستون یه چیزی مینداز رو خودش اصلا میخواد سریع برسه از ای به بی. آره کمتر. ولی جدیداً میبینم که یه ذره سلف کیر بیشتر شده و مهمتر و چه جالبه که این هوای سرده اتفاقا زمان یه سری کاراست توی آره خیلی از کارهای زیبایی رو اصلا میگن نور آفتاب نخوره، جای گرم نباشی. آره. سیزنالیتیش پس واسه یه سیزنالیتی هر کدوم از این بخشای صنعت داره به قول معروف. بله 100%. آره 70-80% کارهای ما بهتره تو پاییز، زمستون و بهار انجام میشه تا تابستون تو اون گرما، به خاطر اینکه تابستون خیلی از کارات من بعضا پیشنهاد نمیشه انجام بشه. خیلی کار اصلا نباید انجام بشه. مدلینگ که اتفاقا دیروز ما هم دیدیم اون اصلا تو تابستون خیلی اصلا خوب به خاطر تعرق و اینجور چیزا باز آفتاب کامل وارد میشه. آره خطرناک است. خیلی جالبه. حالا درست حالا من توی الان در حال حاضر تمرکزم روی صنعت دیگه است، ولی چون کلا کار مشاور بازاریابی من میکردم تو تمام مدت زمان گذشته، سالهای گذشته، یه چندین سال پیش برای یه دونه کلینیک توی وودبریج، اینا ایتالیایی بودن. بله. یه دونه کازمتیک سرجری کلینیک بودش. از طریقی که دوستان با اینا کانکت شده بودیم، براشون من یه مارکتینگ پلن آماده کردم، یه کلندر مارکتینگ و اینجور چیزا آماده کردم. یه مقداری با این صنعت همون موقع آشنایی پیدا کرده بودم. الان داشتم امروز که دقیقاً با کیانا جون دیروز که صحبت کردیم قرار شد این جلسه رو داشته باشیم، یه کمی به قول معروف نالج راستیه، ولی الان یه سری میخوام چیزی که یادم میاد رو بگم، شما حتما منو تصحیح بکن. ببین شاید اینجوری به مخاطب خیلی کمک بکنه که کلا در مورد اصلا شکل و سازماندهی این صنعت به قول معروف بیشتر اطلاع پیدا بکنه. اگه بخوایم صنعت، حالا من اسم کلمه‌اش رو میذارم بیوتی اندستری به قول معروف، اگه بخوایم تقسیم بندی شاید یک کاتگورایزش بکنیم، فکر کنم اولین بخشی که وجود داره بهش میگن مدیکال استتیکس. در حقیقت قسمتی هستش که همون اینجکتیبلزی که شما فرمودید و به قول معروف یه جور مدیکال تریتمنت هایی که اونجا انجام میشه، کارهایی مثلا پی آر پی داخلش میادش، کاری مثلا مدیکال مایکرو نیدلینگ در حقیقت چه انجام دادی نمیدونم واقعا دیگه بلو دیروز بود. مثلا من تازه دارم کاملا آشنا میشم، یعنی من هیچ اطلاعات اینجوری نداشتم. تازه دارم ما کل دیروز هی نگاهش می‌کردیم، میگم کیانا قشمش اوکی. من 2-3 سال پیش قش می‌کردم ولی الان دوست دارم. نه باید من توضیح بدم. ما به هر حال وقتی یه دونه به اصطلاح تحلیل یه مارکت پلن ساده می‌خوای یا یه مارکتینگ پلن می‌خوای ساده کنی، باید این تحلیل بازارم بکنی. بخاطر همین هیچ کدوم از اونها رو خودم انجام ندادم، ولی خب به هر حال البته یه بار من پی آر پی رو انجام دادم. من یه کسی توصیه کرد انجام دادم، ولی خب فایده زیاد نکرد. ژنتیکس غالبه در من در طرف پدری. حالا بگذاریم. ولی مثلا همین بحث بوتاکس و بحث درمال فیلرز و اینجور چیزا و بعد اسکین تایتنینگ الان مثلا هستش که تو سطح مدیکالش البته. و اینا کجا انجام میشه؟ اینا توی همون کازمتیک سرجری کلینیک ها باید در حضور یک دکتر متخصص، حضور پرستار، یعنی پرستار و دکتر متخصص، یا دقیقاً با سوپرویژن اون اگر داره یکی از لایسنسیای زیرش رو دقیقاً انجام میدن. و جاهایی هم که داره الان انجام میشه توی کانادا، تو همین مدیکال اسپاها میکنن این کارو، همونجوری گفتم تو این کازمتیک سرجری کلینیک ها میکنن و به قول یا تو درماتولوژی آفیس هم دقیقاً داره انجام میشه. این قسمت مارکت یه حجم بازار تقریباً بر اساس اطلاعات 2022 که من یادم میاد حجم بازار 1.1 بیلیون دلاری هست توی کانادا که با ضریب خیلی وحشتناکی همونجوری که خود گفتی داره رشد میکنه. یعنی واقعا یک مارکت خیلی جذابیه و یه سری پروز و کانز رو بخوای بررسی بکنی، یه منفعتش خب اینه که مثل اون بحث اچ وکی که صحبت کرده بودیم،
اینا واقعا های تیکت جابه، یعنی کارهایی که پروژه‌ای که انجام میشه توش بله. واقعا خب به نسبت کارهای دیگه که یه کار ناخونی، کارهای سالونی میخواد انجام شه، خیلی پروژه‌های بزرگتریه. دقیقاً، یعنی مارجین خیلی بالایی داره به قول معروف. ولی از اون ور خب فکر می‌کنم استانداردها خیلی توش بالاست، همونجوری گفتی هر سالم سختگیرانه‌تر میشه، بحث اینشورنسش مطرح میشه. ولی واقعا یه سگمنت جذابیه، رقابت درش هست ولی به نسبت سگمنت‌های دیگه‌ای که میدن باز حتی کمتره، چون اینجا تخصصگرایی واقعا توش خودشو نشون میده. بحث متخصص بودن، باید پزشک باشی به قول معروف لایسنس رو بگیری. قبل از اینکه به قسمت جذابه برم، اینو درست بود این آیتمایی که من گفتم. من یه چیز پرانتز بگم، من تو این چند سال بیشتر تو بحث منیجمنت فعال بودم، تو بحث اینجکتبل، یعنی کلا دوست، یعنی یه چیز مورد علاقه میفهمم، مورد علاقه منیجمنت و راه اندازی و به سود رسانی یک بیزنس کاسمتیک. اصلا کار من بیشتر اینه و علاقه من اینه و دلیل اصلیش هم اینه که ببینید کاسمتیک فیلد خیلی فیلد خاصیه. چرا؟ اینکه بسیار حالا هزینه ارزونی توش متاسفانه نیست، حالا برای دلایل هزینه ها کسی که انجام میده اینجکتبل هزینه‌های جانبیش و اینشورنس اینکلود نیست، یعنی شما داری از جیب پول میدی. بله. یعنی شما باید انتخاب بکنی توی کشوری مثل کانادا که خیلی بحث بیمه فعاله، انتخاب بکنی یه کاری برای خودت انجام بدی، یه هزینه پریمیوم هم براش پرداخت بکنی. پس این کار ما رو توی بیزنس منیجمنت کاسمتیک بیزنس خیلی سخت میکنه و یه رقابت شدید هم وجود داره. یعنی رنج قیمتا دیدین دیگه، از مثلا بوتاکس یونیتی $4 هست تا $11-12. درسته. آدم اصلا خوش میگه چجوری اون $4 میشه، چرا اون $12، بعد این وسطا اینا چند دارن، چرا $6-7 $8. اصلا به عنوان یه مشتری، کسی که میخواد این کار انجام بده، واقعا کار سختیه. برای ما هم خیلی سخته به خاطر اینکه واقعا باید مردم رو قانع بکنی که آقا این کار برای خودت خوبه و از جیبت، از سیوینگت پول بده، نه اینکه میدونی خیلی کار سختیه. یه چیز سخت دیگه ای هم که وجود داره اینه که به نظرم خیلی کار ریسکیه. یعنی یه آدمی مثلا بیاد ادعا کنه که تو کار خوب واسه من انجام ندادی، چجوری میخواد ادعا کنه و چجوری شما میخواید ادعا کنید که این اتفاق نیفتاده؟ تا حالا به این مشکل خوردی؟ زیاد. آره اتفاق زیاد میفته. اولا که خب بالاخره کانسنت فرم یه اصل جدا نشده کار ماست که همه رو ما توضیح میدیم، چندین و چند صفحه هست که باید بررسی بکنن، بخونن، امضا بکنن. ولی حتی بعد از اونم بعضی موقع مشکل پیش میاد. خب اول از هر چیز مشتری مداری از همه چی مهمتره دیگه. اگر بعضی موقع طرف به هر دلیل راضی نباشه و هر جوری هم ما بخوایم کمکش بکنیم راضی نشه، خب مسلما ما مجبوریم که ریفاند بکنیم یا یه جوری دیگه راضیش بکنیم. یه سری تریتمنت های کاسمتیک برگشت پذیره، مثلا میشه شما حل بکنی فیلرتو یا یه جوری درستش بکنی. یه سری چیزا هست تو زمان باید وایسی تا زمان درستش بکنی. خب متأسفانه مثل هر بیزنس این اشتباه نه، بعضی موقع هر آدمی با هم فرق میکنه و اینم یه چیز اینترناله، یعنی رو نیست که وارد پوست میشه ممکنه اون اینجکتبل رو من یه جور تاثیر بذاره، شما یه جور، شما یه جور دیگه. این متاسفانه یعنی کار یه ذره ریسک و ایناش هم بالاست. آره و من هنوز که میمونم چجوری بعضیا واقعا جرئت میکنن مثلا تو بیسمنت خونه‌شون. طرف اصلا خب سابقه زیادی داره، سالهای سال داره کار انجام میده. اصلا بحثی در این نیست. ممکنه یه دکتری هستش 20 سال سابقه کار داشته ایران اومده، ولی مثلا از ایران یه مشت چیزو خوش آورده داره بیسمنت انجام میده. اون به طرف اون ریسکی که داره میکنه این کارو اوکی. اون که تصمیم میگیره بره توی اون محیط این کارو انجام بده، بعد اگر به هر دلیلی اتفاقی بیفته چطور میخواد اینو چیز بکنه، جبران بکنه این ضرر رو و خیلی ریسکیه. شما دیگه تو کلینیک ما دیدی دیگه، ما مثلا 10 بار دستکش با عوض کنیم، آره نمیدونم 10 بار سانیتایز بکنیم یه چیزی و چندین و چند بار این پروسه رو با هم ریویو میکنیم که اشتباه نشه. بازم ممکن از هر 100 بار یه بارش اشتباه بشه که جای برگشت بهمون بده. تو مثلا چجوری یه نفر با خودش تصمیم میگیره کاملا تخصصی تو با بدنت داری دیل می‌کنی. خیلی من میگم جایی که باید انجام شه باید توی یه کلینیک کاسمتیک باشه، باید توی درماتولوژی آفیس باشه، باید توی جای در حقیقت استاندارد باشه. ولی خب از اون چیزایی که داره واقعا وقتی نگاه می‌کنه آدم اینا داره ترند میشه دیگه. من الان واقعا گاهی اوقات سوشال مدیا رو باز می‌کنم، پی آر پی از چپ و راست حمله است، یعنی انواع کلینیکا یا مثلا همین بحثایی مثلا فت دیزالوینگ اینجکشن هایی که انجام میشه برای بحث چربی و اینجور چیزا که هستش و چیزی خاصی نیستش که من یه سرچی هم کرده باشم. خوب دارن تبلیغ میکنن، تارگت سنی هم کم کم میشناسن، چه خانم چه آقا، به خاطر اینکه خوب تبلیغ میکنن یه سریشون. حالا توی این کاتگوری من دقیقاً این رو خواستم با هم دیگه مروری بکنیم. باز قبل از اینکه وارد اون کاتگوری قشنگه بشیم که میشه بیوتی، قسمت واقعا بیوتی سالن ها بریم، یک کاتگوری کوچیک هم هست بهش میگن ادوانس استتیکس. در حقیقت اینا کدوما میشن؟ اونایی که
به اصطلاح مدیکال هستن، نان مدیکال هم ولی پروفشنالن. مثلا فرض کن الان بحثی مثل LED تراپی مثلا خیلی باش مطرح میکنه، یا حتی مثلا همون اسکین تایتنینگ ولی نان مدیکال اسکین تایتنینگ، نان ببخشید اینویسیو اسکین تایتنینگ. یا مثلا فکر کنم شما مثلا مایکرو نیدلینگی که بخوای به قول معروف انجام بدی، اونم یه حالت نان دپت مدیکال، یعنی نان مدیکال دپت داره، یعنی مثلا انجام میده. آره دیگه دقیقاً. یه سگمنتی هم اونجا هستش که اون حالا نسسلی مثلا نباید به قول معروف دکترهای متخصص انجام بشه، میتونن دقیقاً سرتیفاید باشن استتیشنا، ولی اونم یه سگمنتی برای خودش به حساب میاد. آره ماشاءالله. من میام کار کردم، یعنی اون زمان برای اینکه اینو انجام بدم یه استادی سنگین باید بکنم. حالا مثلا در مورد یه مارکتینگ پلن به صحبت میکنه که کلا مثلا $2500 هزینه گرفتم من که این پلن رو بنویسم، ولی واقعا برای خروجی اون من نزدیک 7 تا 12 ساعت 11 ساعت من تحقیق کرده بودم. انقدر رفتم اینور. اصلا اولین کارم تو این صنعت هم بود، می‌خواستم به عنوان مثلا مشاور بازاریابی انجام بدم. بودم خود توی مثلا این کلینیک فیلد خود زیبایی، چون تو دندونپزشکی زیاد انجام داده بودم ولی این خیلی خاص بود. پادای مطالعه کرده بودم. بعدم که ما آدما خب داریم دیل می‌کنیم روزمره با این دیگه، یعنی عملاً همش داریم می‌بینیم. حالا واسه اینکه بریم که زودتر دقیقاً تمرکز کنیم رو بحث مهم‌تر، پس این دو تا سگمنت رو گفتم. سگمنت سومش میشه همون بیوتی، واقعا قسمت قشنگه که تو اون سگمنته ما این بخشا رو داریم، مثلا نیل اندستری، صنعت ناخن، هیر اندستری رو داریم. ما از همه مهمتر همون اسکین کیر اندستری هستش که الان خیلی ترندینگه. باز اگه مثلا تو این کاتگوری ها بخوای بری، الان میگن لش اند براز اندستری مثلا برای خودش یک اصلا کاملا یک صنعت برای خودش داره به حساب میاد. قسمت ایژوکیشن اند ترینینگ و سرتیفیکیشن یه سگمنت عظیمی توی این صنعت شده الان برای خودش. و مؤسسات هستن، خود کلینیک‌ها هستن تخصصی، میان هزینه‌های ماشاءالله خوبی هم میگیرن برای اینکه ترین بکنن و سرتیفاید بکنن در حقیقت. بله دقیقاً. بعد بازم اگه بخوایم فکر کنم توی این کاتگوری هم بحث شما در مورد ولنس صحبت کردید، در مورد دقیقاً بادی تریتمنتس و اینا، خودش یه سگمنت خیلی قویه. یه سگمنت وحشتناکی که داره اصلا پروداکت و اکویپمنت هاست، اصلا دستگاهی که شما تجهیزاتی که استفاده میکنید تو کلینیکتون. مثلا وقتی بحث لیزر مطرح میشه، حالا مدیکال لیزر تراپی تو اون کاتگوری یک، یا اصلا موضوع خود به اصطلاح لیزر برای در حقیقت کار زیبایی خانم ها، برای در حقیقت مو زائد و اینجور بحثا، اونم دستگاه‌های گرون و اینجور چیزاست که به قول معروف. حالا همه اینا رو که میذاری، این واقعا همون چیزی که شما گفتیم، مارکت یه مارکت خیلی عظیمیه. و من یه جایی خونده بودم 25 بیلیون دلار حجم بازار سال 2025 2024 ببخشید، حجم بازار سالونی یعنی شامل هیر، نیل، همین اسکین به اصطلاح کری که بهتون گفتم، 25 بیلیون دلار، 6 میلیارد دلارش خب سهم نیل و هیره. میخواستم بگم ناخون بهترین ناخون و مو فوق‌العاده. من قشنگ یادمه خیلیه. میگفتن که یه آرایشگاه و الان فقط ناخونکاراش دارن میچرخونن. چرا؟ به خاطر اینکه ناخونکاره که اونجا هست، طرف میاد ناخونشو درست کنه، 2 تا کار دیگه هم انجام میده. ریترنش 2 هفته یه باره. آره این خیلی 2 هفته یه بار میری و میای دوباره. اصلا اونش هستش. و ببین و کلا یعنی یه مشتری وفادار میتونی از اون، یعنی ما میتونیم مومون 2 ماه کوتاه نکنیم. ناخونه رو باید 2 هفته این لاکه میزنه بالا، یه جوری حساسم شدن. من نمیدونم خیلی مهمه. حالا خارج از این تو فکر کن اون 6 میلیارد دلاری که صحبت میکنیم، تقریبا 41,000 تا مؤسسه رسمی، یعنی مامان سالن رسمی دارن فعالیت میکنن. درسته تو بیسمنت و هر نکته که شما میگی سعی میکنم استفاده بکنم دقیقاً فرمایشتون متینه. به خاطر مثلا تو بیسمنت داره انجام میشه همین کار. الان مو و اینا اصلا یه لاین جدیدی هست به نام موبایل نیل سالن ها، اینایی هستن که اصلا میان توی منزلت کار ناخن انجام میدن. کار دقیقاً این برای خودش یه چیز ترندینگ خیلی این کارو میکنن. ولی واقعا باز با این وجود وقتی تو میای اون 6 میلیارد به این 41,000 تا که رسمی دارن فعالیت میکنن تقسیم کنی، خیلی سهم خوبی میتونن بگیرن. ولی نکته‌ای که باز لابلای به اصطلاح فرمایشتون گفتین، اون قسمتی هستش که درست رقابت وجود داره، ولی الان اون دیفرنشییشنه واقعا حرف اول و آخر رو میزنه. شما گفتی آقا یکی از بوتاکس رو مثلا $3 داره شارژ میکنه، یکی داره $12 شارژ میکنه. توی ناخن هم همین. من سوال واسم پیش اومد دقیقاً بین حرفت
داشتی؟ نه برو من اوکی. میام. آره من یه آدم مثل من که هیچی بلد نیستم، از کجا بفهمم چی داره استفاده میکنه؟ از کجا بفهمم کدوم بهتره؟ یا اصلا شما میای میگی آقا مال من مثلا بوتاکسی که من استفاده از برند فلان، من که نمیشناسم، از کجا متوجه شم؟ اول که خب تحقیق این روزا قربونشون چت جی پی تی خیلی راحت کمکت میکنه. دومی که توی مثلا فیلدهای مشابه بگم مثل رستوران، ما که نمیدونیم رستوران چجوری تصمیم میگیرن برم یه رستوران غذا بخورم. ریویوهاشو میخونم من یک خودم. ریویوهاش، دو یه بارم بهش تراس میکنم دیگه، یه بار باید اعتماد کنم. ولی حالا میخوام همینو بگم. روی بیزنس ما نگاه کن، اول اینکه باید تحقیق کامل انجام بشه، اینکه مسلما درسته. دو ریفرال، ریویو هم خوبه ولی ریفرال خیلی مهمه. مثلا من میگم فلان جا شما دیگه مایه کلیک ما شما یه چیزی دیدی، یه تریتمنت رو دیدی، الان میری به هر کسی میگه او این عالی بود. ولی اگه همون خوب در نیامده بود دیگه من تو رو از دست داده بودم. دقیقاً این خیلی مهمه. یه چیز کوچیکی بگم، ما 2019 میزبان دکتر قمشه‌ای بودیم، چون موقعی که من ایمیگریشن کار میکردم خیلی هم حالا مثلا کسای اینجوری می آورد. دکتر قمشه‌ای اومد بعد یه جمله گفت باورتون نمیشه، این جمله شد بیس این که من برم تو این کار زیبایی. همیشه گفتش که انسان سه تا چیز با ارزش داره: زیبایی، دانایی، نیکی. میگفت اصلا این کانسپت اشتباهه که حتی تو ایران داره صحبت میشه همه باید زشت و کریه باشی، مثلا که مثلا نشون بدی خیلی متدین. اصلا اصل هر دین و هر چیزی زیبایی خیلی مهمه. تو باید زیبا باشی، تو باید دلپذیر، دلپسند باشی، دانایی داشته باشی، نیکی هم بکنی. و اصلا توی کار من یکی از دلایلی که خودم خیلی دوست دارم این کارا اینه که زیبایی اصلا یه اصله. شما یه فیس سیمتریکال که می‌بینی لذت می‌بری. یه کسی، ولی برخلاف متأسفانه که حالا تو ایران ترند شده، اصلا خود این لب اگه از یه حد بزرگتر بشه از حالت سیمتری در میاد. ولی کلا سیمتری قشنگه، خوشگل، زیباست. مثل اینکه شما میری یه آرت میبینی، یه نقاشی خوشگل میبینی، لذت میبری. یعنی فیلد زیبایی قبل از مدیکال بیس بودن هنره، آرته. یعنی کسی که این کار قشنگ انجام میده آرتیسته. بازم مثلا برگردم به حالا روزایی که خودت میای، آدم اون لحظه که داره یه کاریو میبینه وقتی ریزالتش قشنگه لذت میبره. یعنی یه آرته. شما یه ایراد کوچیکی داری به هر دلیلی، من نمیگم که هر کسی باید رو درستش بکنه، ولی ایرادی داری ممکنه هر روز جلوی آینه نگاه میکنی میره رو مخت، اصلا اعتماد به نفست پایین اومده، یا اصلا نیاز داری که به خودت یه حالی بدی. وقتی این درست میشه، این اصلا اون منی که این کارو انجام میدیم تو کلینیکمون قبل از هر چیز لذت میبرم. یعنی حاضر بودم اگر واقعا خدا به من یه درآمدی میداد این کارو مجانی انجام میدم که بیان مردم این کارو انجام بدن ببینم لذت ببرم. خیلی قشنگه دیگه. ماشین نو چقدر خوشگله، نقاشی چقدر خوشگله، یه آدمی که صورتش هم سیمتریکال میشه یه چیزیشو درست میکنه خیلی خوشگله. دقیقاً. این از این تو پرانتز. روی بحث کاسمتیک متاسفانه حالا یا مثل هر بیزنس دیگه رنج قیمت‌ها و رنج سرویس‌ها خیلی متفاوته. بعضی جاها خیلی مانی اورینتدن، بعضی جاها نه، خیلی مثلا میگن فقط آقا من $50 در بیارم راضیم. این بستگی به بیزنس استراتژیشون داره. یکیشون میگه که من روزی 2 تا کلاینت بگیرم رو هر کدوم $500 در بیارم راضیم، یکی میگه من 20 تا کلاینت در بیارم رو هر کدوم $50 در بیارم راضیم. این بیزنس استراتژی هر کلینیکیه. دوتاش هم آخر روز قراره $1000 در بیاره. این یه موضوع. موضوع دوم این که توی کانادا و البته شاید هم خیلی جای دیگه، من حالا کاناداشو میدونم، پروداکت هایی که وجود داره رنجش زیاده. ما نگاه کنید توی ایران کل پیشونی و همه رو بوتاکس میزنن، فکر کنم 2 میلیون 3 میلیون دیگه، خیلی مثلا بخوای بدی 3 میلیون فکر نمی‌کنم 3 میلیون هم بود، یعنی به پول ما فکر کنم $30-40 در میاد. اینجا دیگه در بهترین حالت من دیگه خودمو بخوام خیلی برای خانواده خودم بخوام انجام بدم زیر $200 دیگه نمیتونم هزینه‌شو دیگه باید بگیرم دیگه. خب اگر یکی دیگه از این قیمت کمتر داد یه جای کار درست نیست دیگه. این پروداکت مال اینجا نیست، حداقل نه که اون بده ها، ولی مال اینجا نیست. حالا دیگه بالاخره بازم اون قضیه پیش میاد، پروتکتد نیست کسی که این کارو داره میکنه به هر دلیلی، یا ممکنه از یه جای دیگه اومده که هزینه‌اش کمتر شه. این اونایی که خیلی پایینن. اونایی که خیلی بالان استراتژیشون اینجوریه، بیزنسشون اینطوریه که میگه آقا من اصلا نیاز ندارم که کلینیکم روز 10 نفر بیان و برن، 2 نفر بیان کافیه، یه هزینه پریمیوم هم میدن و میرن، منم بعدم نمیاد. یه سری آدما مثلا مثل ما روی این رنج وسطن دیگه، حالا مثلا برف از 12 نه، 4 هم نه، 7 تا 8 سلم میذارن میارنشون 5 و 6 مارجین سودو متناسب میچینن. حالا برای کسایی که دوست دارن تو این بیزنس فعال باشن من میگم این استراتژی که من انتخاب کردم برای بیزنسم. باید خیلی مواظب باشیم. اون خیلی گرونه که حالا به هر دلیلی که ممکنه دلش بخواد بره، ولی کار عجیبی پیش نمیره. یعنی اینطور نیستش که ممکنه مثلا فقط
مثلا آخرش شکلات مثلا پریمیوم بده، سرویسه. ولی اون ارزونه خطرناکه، اونی که دیگه از یه حد غیر منطقی ارزون تره. آخرین حالا نکته که بگم برگردم به سوالت، واقعا الان خیلی خوبه افرادی که میان دقیقاً تحقیق کامل کردن. شما خود نیم ساعت رفتی تو اینستاگرام برای من 10 تا پست راجع به زیبایی فرستادی که من تا حالا ندیده بودم. ببین یعنی خودت سرچ میکنی مثلا بوتاکس، میبینی اینقدر اطلاعات تو اینستاگرام، توی چت جی پی تی، توی گوگل زیاده که اصلا از من ممکنه خیلی بیشتر بتونی بگی اینجا من بزن، اینجا نزن، این اینجوری میشه، اون اونجوری میشه. دیگه حداقلش اطلاعات شخصی تونه. و حتما ما مثلا تو کارمون دوست داریم که شخص پروداکت رو ببینه، بیاریم جلو چشمش باز بکنیم. متاسفانه بازم این یه ایشو خیلی بزرگه که خیلی دارن سوء استفاده میکنن دیگه تو این فیلد دیگه. مثلا باکس اینجاست، توش یه چیز دیگه از این داستانا داریم. آره دیگه هر بیزنس متاسفانه تقلبای خودشو داره. آره دقیقاً. به نظرم این تا اینجا ما ببندیم کارو. اپیزود بعدیمون باشه که اصلا اگه بخواد کسی این بیزنس رو اینجا راه بندازه چه راهکاری داره، چه چیزایی باید حواسش باشه و چی. یه مدل بیزینسیشو مرور کنیم چیزی که بیشتر من مثلا حتما. پس بریم تا اپیزود بعدی.